پا رو اگه خواسته باشیم ریز ماساژ بدیم میتونیم سه قسمتش کنیم: خارج، وسط، داخل. درست شد؟ حالا تکنیکایی که مثلا تامپ رو مثلا میخوایم بزنیم: خارج، وسط، داخل. تکنیک ثابت که گفتم میتونیم با 60 بزنیم، مثلا لاین بیرون، وسط، داخل. فشاری 60 ببینیم به این حالت فشار پشت سر هم میام تا بالا، میرم تا بالا، باز چی؟ حالا تا پاشنه میام، باز مسیر بعدی. باز مسیر بعدی. یا میتونم یکم بیارم پایین‌تر با ناکه، یا فشار ثابت بیارم یا یه حالت چرخشی بدم. درست شد؟ این واسه چرخش. تمام تکنیک‌های فشاری، تمامش، یعنی همه تکنیک‌های فشاری هیچ فرق نداره. زمانی که روی پا ما می‌خوایم بزنیم، ساق رو دو قسمت می‌کنیم: قسمت داخل، قسمت بیرون. یعنی مثلا من اگه فشاری تامپ رو می‌خوام بزنم، یه بار قسمت بیرون رو فشار میارم، یه بار قسمت داخل. ناکل رو می‌خوام بزنم، یه بار بیرون، یه بار داخل. سی تو سی، یه بار بیرون، یه بار داخل. هیچ فرق نداره تمام تکنیک‌های فشاریتون. پشترانم باز اگه خواسته باشین مثلا ریزتر ماساژ بدین، سه لاینش میکنیم. این پاما بده یکم بده بالا، یه کوچولو بده بالا. پشتران رو من سه قسمت کنم اگه ریز خواسته باشم ماساژ بدم. این قسمت داخل رو من فشار نمیارم، کشاله دردآور میشه، و بیرونم من فشار نمیارم. اینجا آیتی بندتون یا موس سفیدرونتونه، بازم دردآور میشه. سه لاینش میشه این، میشه سه تا لاین تو در تو. 1 2 3. یعنی من اگه میخوام فشار تام بیارم میشه 1 2 3. ناکل میخوام فشار بیارم میشه 1 2 3 یا سی تو سی. هیچ فرق نداره اگه ریز خواسته باشین ماساژ بدین. اگه خواسته باشین نه، دو قسمتش میکنین دیگه: داخل، بیرون. واسه تمام تکنیک‌های فشاری.